دوستان عزیز، امیدواریم که شما در خانه هستید و فرصتی در خانه بودن خیلی قلع است برای خواندن کتاب‌های گوناگون بدیهی و تعلیمی، همزمان برای افزون گرداندن جهان بینی و سویه دانش و همچنین شرکت در آزمون‌های گوناگون، یعنی آمادگی جهت شرکت به آزمون‌های گوناگون. و نمایش ما نیز محض به این خاطر است، یعنی به خاطر سیقل دادن دانش نورسان و جوانان، به خاطر زیاد نمودن جهان بینی ها و همزمان فراهم آوردن امکانیت جهت شرکت آنها در آزمون‌های گوناگون. و شماره 90 آزمون تلویزیونی به پیش منظور شماست. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم. وابسته به شرایطی به میان آمده، امروز در نمایش ما شماره کم اشتراکچیان یعنی 3 نفر شرکت می‌ورزند و ما با واسطه این 3 نفر امکان داریم که به شما چند سوال پیشنهاد کنیم و البته اگر دانید بسیار خوب و اگر ندانید پس امکانیت می شود که شما از جواب به این سوال ها آگاهی پیدا کنید و همزمان توانید که به قدر امکان مهارت، ملکه، جهان بینی و سویه دانش خود را افزون گردانید. پیش از آن که ما با نفرانی که امروز داوطلبانی که میخواهند در نمایش شرکت بدن شما را شناس کنیم، یادآور میشویم که نمایش ما از 4 زینه عبارت است و در 4 زینه به اشتراکچیان ما 4 سوال پیشنهاد میکنیم و البته وابسته به درجه گزارش، وابسته به رنگ ها و وابسته به آنی که تا کجا اشتراکچیان پیش میروند سوال ها دشوار شدن میگیرند و همزمان نفری که به سوال نهایی ما جواب درست میگرداند امکان پیدا میکند که در یکی از کورس های آموزشی مرکز آموزشی قلم از فن های گوناگون دانش خود را افزون کند و همزمان در کورس های زبان آموزی آن شرکت ورزد. و البته باور داریم که شاید یکی از اشتراکچیان نمایش امروز ما به این راه خط سزاوار شوند. من میخواستم که چون نمایش قبلی شما خود را معرفی کنید به بینندگان، درباره خود حرف زنید، به چه کار مشغول میشوید، در کجا تعلیم میگیرید، با کدام مشغولیت ها شغل میورزید و مانند اینها. مرحمت از شما سر میکنیم. من غفور فقبا، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر حصار. من بسیارتر در وقت‌های خلگی با ورزش مشغول میشوم. با ورزش فوتبال، بسکتبال بسیارتر شوق دارم. بازی هم میکنید؟ بله. از فن‌های تعلیمی چی؟ از فن‌های تعلیمی الگبر، گیومتری. یعنی به فن‌های دقیق. بسیار خوب. مرحمت شما. من مرزا دلشاد، خواننده صنف 10B در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در ناحیه اردکی تحصیل میکنم و در وقت‌های خالی باشد با فن‌های ادبیات و فیزیک خیلی شوق و رغبتی زیادی دارم. بسیار خوب. مرحمت. فضلای فنشیروان هستم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر حصار. در وقت‌های خالگی بیشتر به خواندن کتاب‌های بدیهی یعنی شاعران معاصر و بعد به ورزش مشغول میشم، بیشتر به ورزش بسکتبال مشغول میشم و در وقت‌های خالگی بسیارتر به آموزش فن‌های زبان آلمانی و زبان انگلیسی مشغول میشم و در یکی از کورس‌های آموزشی شهر حصار تعلیم میگیرم. بسیار خوب. اقبال، دلشاد و انوشیروان 3 نفری هستند که امروز امکان دارند که خود را سنجند و این البته سنجش هم نیست، تنها با واسطه این 3 نفر پیشنهاد سوال ها به بینندگان است. در دور اول ما با شما برای فکر کردن همگی 10 ثانیه اجرا میکنیم چون سوال ها دشوار نیستند و سوال های ما وابسته به رنگ های در نظر شما بوده هستند. یعنی هر رنگی که در نظر شما هست، رنگی کبود، سبز، زرد و سرخ یک جواب است. وقتی که من سوال پیشنهاد کردم و 4 جواب گفتم، پس دانید که جواب یکم رنگی کبود است، جواب دوم رنگی سبز است، جواب سوم رنگی زرد و جواب چهارم رنگی سرخ. این قاعده عادی است و گمان می‌کنم که با شما فهمم است. خب توجه کنید، من 4 دریای کلانترین دنیا رو نمر میکنم. دریای نیل، دریای آمازونکا، دریای ولگا و دریای میسیسیپی. خب یعنی یکم نیل رنگی کبود، دوم آمازونکا رنگی سبز، سوم ولگا رنگی زرد و چهارم میسیسیپی رنگی سرخ می شود. 10 ثانیه فکر کنید و بعد رفته به خانه دلخواه ایستید. دریای سیرابترین از میان اینها کدام است؟ 10 ثانیه وقت. نیل، آمازونکا، ولگا، میسیسیپی. وقت به انجام رسید.
دلشاد جواب شما در رنگی سبز است. کدام دریا؟ دریای آمازونک است. آمازونکا. با فکر شما انوشیروان اقبال هم دستگیری میکنه. بله، دریای آمازونکا دریای کلانترین در ساحل می باشد. در آفریقای جنوبی جایگیر است. زیاده از 500 شاخاب دارد. در آفریقای جنوبی. در آمریکای جنوبی. در آمریکای جنوبی. میسیسیپی در کجا جایگیر است؟ در آمریکای شمالی. میسیسیپی یک شاخه دریای دیگر است. والگا چی؟ والگا در روسیه. والگا هم کلان است ولی در اوراسیا کلان است. ولی در جهان از همه کلان آمازونکا. هر سه فکر دارید. مرا جواب درست. جواب شما درست است. ما بر مرحله اول دعوت میکنیم. اگر حاضر با سوال نوبتی من شما جواب درست گردانید، پس الکی هر سه شما به یگان به سوال علاوه‌ای الکی امکان دارید که به قسمت دوم گذارید. خب من 4 رقم نمبر میکنم. 3 4 5 6. 3 کبود، 4 سبز، 5 زرد و 6 سرخ. با شما امکان میدهیم که 10 ثانیه فکر کنید و به خانه دلخواه رفته استید. انسان چند عضو حس دارد؟ 3 4 5 6. 10 ثانیه رفت. 3 کبود، 4 سبز، 5 زرد و 6 سرخ. وقت پنجم رسید. باز هر سه در یک خانه هستید. اقبال برای چی؟ بچه که انسان هم اگه 5 عضوی حس 5 عضو حس دارد. نه؟ کدام ها میدونید؟ تقریبا. خب کدام ها؟ بصیره، شمعه، خب دیگر گوییم شنوایی، دیدن، عضو بیرونی حسیات، مزه و گوش کردن. و حتی میگویند که عضو ششم حس هم موجود است. شما درباره همین یگان در جای من نفهمیدم این گپ. من نفهمیدم. نفهمیدید. خب برای جواب شما 5 است. جواب هر سه شما 5 است. مرا جواب درست. واقعا هم انسان 5 عضو حس دارد. مرحمت به خانچه کبود استید. من هر سه شما را دعوت میکنم به زینه نوبتی. مرحمت. قسمت اول را با موفقیت پس سر کردید. اما که کدام از شما در همین گونه آزمون ها شرکت ورزیده هستید؟ در آزمون هایی که خب درجه جهان بینی ذهن انسان رو میسنجن. کی اشتراک کرده است شما؟ فرق ندارد آزمون نهیوی است، مکتبی است، نمیدونم جمهوری است، آزمون تلویزیونی است، آزمون رادیویی است، شاید در روزنامه مجله است. اشتراک نکردید. یعنی تجربه اول است در شما. خیلی. باز از اقبال سر میکنیم. اقبال در این دور به شما سوال پیشنهاد کنید و 20 ثانیه میتونید که فکر کنید، سوال را هضم کنید، به معنای صرفم روید و اگر جواب درستی افتید جواب دهید. خوب؟ شما گفتید که با فنهای دقیق شغف دارید. اقبال با فنهای گومانیتری طبیعی چی؟ کمتر؟ اما که چی کسب را انتخاب کردنی هستید؟ یا کردگی هستید؟ ما انرژتیکا. شما با سای انرژتیکا میروید. بسیار خوب. اقبال 20 ثانیه فکر کنید و گویید حرکت هوا را به سمت افقی چی مینامند؟ 20 ثانیه وقت. حرکت هوا به سمت افقی همچون اصطلاح چی است؟ من با شما کمک میکنم. این با فن گئوگرافیا داخل دارد. حرکت هوا به سمت افقی. وقت به انجام رسید. اقبال جواب دارید؟ سمت افقی یعنی به سمت راست، عمودی نه بلکه افقی. وقتی که هوا به سمت افقی حرکت کرد اون رو چه مینامند؟ جواب شما. اقبال نداره جواب. کدام حادثه های طبیعی رو میدونید اقبال؟ آبخزی، خوب. سوخته، زمین لرزه، خوب. ولکان ها، خوب. باران، باران، برف، باز چی؟ گیف. انا در میان همین ها
یکیش چنین تعریف دارد که حرکتی هوا به سمت افقی و این نام دارد شمال. همین خیلی نیست؟ دشوار بود؟ نه. دلشاد سوال با شما. شما صنف چند هستید؟ صنف 10. صنف 10. شما با فنهای ادبیات و فیزیکا. خوب، بعد ما از شما کمتر از فنهای تعلیمی بیرون میرویم. با شما یک سوال میدیم که شاید جهت منطقی داشته باشد. یک پسرک توپ رو هوا داد ولی به برخورد به یگان جا، به برخورد به یگان کس توپ به پسرک برگشت. چرا چنین شد؟ بسیار وقت پسرک توپ رو پرتافت، توپ به یگان جا نرسید، به یگان کس نرسید، به یگان چیز نرسید و توپ به پسرک برگشت. شمال آورد توپ رو. فکر کنید کمتر دیگر وقت دارید، وقت به انجام رسید. من بار دیگر سوال تکرار میکنم. پسرک توپ رو هوا داد یعنی پرتافت. توپ خوش شد به مسافه نزدیک، شد به مسافه دور، ولی توپ به یگان جا نرسید، به یگان کس هم نرسید، به یگان چیز هم نرسید، ولی توپ به پسرک برگشت. چرا چنین شد دلشاد؟ جواب دلشاد. پسرک توپ رو پرتافت یا هوا داد، لیکن به پسرک برگشت. همین امکان دارد؟ نه. ندارد. نه. انوشیروان میگوید که امکان دارد. دارد امکان انوشیروان؟ بله. در کدام حالت؟ در وقتی که توپ رو بالا پرتافته باشن. دلشاد پسرک تو رو با بالا میپرتاید باز برمیگرده و تو باز برگشته با این پسرک میبیوید. درست؟ دشوار بود؟ نه. خب سوال نوبتی ما با انوشیروان. انوشیروان سوال چنین است به شما. در کدام حالت عددی 1322 فرض کردیم، در کدام حالت عددی 1322 از عددی 622 خرد می شود؟ بسیار وقت. اصلا گرید از روی منطق 1322 از 622 عددی کلان است، ولی در کدام حالت 1322 از 622 خرد می شود؟ وقت انجام رسید. شاید در وقت سالهای پیش از میلاد، یعنی سالها از عقیب به پیش می اومدن، یعنی از 1332 به سال شر. در سال شماره پیش از میلاد برعکس حساب میشد، یعنی از قدیمتر تا بله خورد. جواب درست. مرحبا. شما یک زمینه به پیش و اکنون ما برمیگردیم با اقبال. درباره پرواز انسان به کائنات معلومات دارید؟ دارید معلومات. 20 ثانیه فکر کنید و گویید اولین مسافری کائنات از زمین کی بود؟ یعنی اولین مرتبه چی پرواز کرد از زمین؟ سگ. بله. برمان جواب درست است. ما شما رو دعوت میکنیم و میگذاریم به دلشاد. دلشاد شما دکتر گفتید یک سوال عجیب با خاطری من اومد. من میخوام این سوال رو با شما پیشنهاد کنم. دکتری از همه مشهور حیوانات چی نام دارد؟ 20 ثانیه وقت. دکتری از همه مشهور حیوانات که در کمک میکنم، حتی فیلم تصویری هم دارد، کتاب هم دارد. یک موسفیدی است که عینک در چشم. وقت به انجام رسید. دلشاد دکتر چی نام دارد؟ دکتر ایبولیت. دلشاد مرحمت، من شما رو دعوت کنم با زینه نوبتی. ایبولیت. خوب
анушерон имкон доред ки ба зинаи дигар гузаред агар ба саволи навбатии ман ҷавоб гардонед. ман 4 илмро номбар мекунам. анушервон 4 илмро номбар мекунам. археология, палеография, хронология, лингвистика. археология, палеография, хронология, лингвистика. савол ба шумо чунин аст. 30 сония фикр кунед ва гӯед. илме ки солшуморӣ ва тақвими халқҳои гуногунро меомӯзад чӣ ном дорад? 30 сония вақт. археология, палеография, хронология, лингвистика. солшуморӣ, тақвим. археология. археология. бале. фикр кунед, ҳоло шумо як қариб 10 сония вақт доред. археология, палеография, хронология ва лингвистика. археология. ҷавоби шумо? археология. барои чӣ? археология як аз фанҳои ёррасони тарих мебошад. мақсади асосии ҳамин археология пайдо кардани расму ин. хуб, ман гуфтам ки тақвим ва солшуморӣ. археология, палеография, хронология, лингвистика. археология. ҷавоби охирини ман. шумо ҳозир таърифи археологияро гуфтед ба ман. хоб. дар бораи дигар илмҳо умуман тасаввуроте надорам. тахмин кардем ки шояд ҳамин бошад. хуб, як бор дигар мепурсам. археология, палеография, хронология, лингвистика. археология. археология. хуб. лингвистика илмест ки забонро меомӯзад. лингвистика ин забон аст. археология гуфтед ин фанест ки урфу одат ва анъанаҳои мардумро меомӯзад. саволи ман чӣ буд? ба ёд доред? бале. чӣ буд савол? тақвим. тақвим ва солшумориҳо. солшуморӣ. шумо калимаи хроника шунидагӣ ҳастед? не. пас хронология ин илме аст ки солшуморӣ ва тақвимро ман чанд бор ба шумо гашта баргашта пурсидам. ҳатто шумо таърифи дурусти археология ҳатто шумо ба ман кардед. агар ҳозир иқбол ба саволи ман ҷавоб диҳад, пас аз анушервон пеш мегузарад. ман 4 киштии кайҳонӣ номбар мекунам. восток, номашон аст. восток, запад, союз, космос. восток, запад, союз, космос. хуб, шумо гӯед ки киштии кайҳоние ки аввалин маротиба Гагарин парвоз кард чӣ ном дошт? 30 сония вақт. восток, запад, союз, космос. номи киштии кайҳоние ки Гагарин ба он парвоз кард чӣ ном дошт? вақт ба анҷом расид. космос. космос. барои чӣ? барои он ки номаш космос аст ё ки шумо тахмин гуфтед? тахмин. восток, запад, союз, космос. ҷавоби шумо? космос. космос. киштии кайҳоние ки аввалин маротиба ба он Юрий Гагарин парвоз кард восток. дилшод, ман 4 модда номбар мекунам. 4 модда. алюминий, кремний, об
و آهک. فهمو؟ آلومینی، کرمنی، آب، آهک. کدام از این ماده ها در قشر زمین از همه زیادتر وام میخورد؟ 30 ثانیه وقت. آلومینی، کرمنی، آب، آهک. از همه زیاد وام میخورد کدام باشد؟ دلشاد. این سوال خیلی آسان است. اگر شما با طبیعت زمین توجه کنید، با خریطه زمین توجه کنید، آب زیاد باشه، با جغرافیای زمین توجه کنید، حالا وقت دارید، خوب من وقت شما به انجام رسید. جواب شما آب است. اصلا زیاد وام میخورد. بله. عوض نمیکنید. خب من قبول کردم. میگویند که کرمنی در سطح زمین چنان زیاد است که از میان دیگر ماده ها جای دوم را میگیرد. ولی ماده از همه زیاده که وام میخورد این آب است. من با انوشیروان یک سوال خیلی عجیب دارم. این سوال در یگان فن هم نیست. سیاحانی که به مایورکا میروند برای استراحت حتما باید یک نوع انداز را پرداخت کنند. به اندیشه شما این انداز کدام است؟ توجه کنید. برای لباس، برای نخل، پالما، برای آفتاب و برای قم. 30 ثانیه وقت. سیاحانی که به مایورکا میروند باید که یک نوع انداز رو حتما پرداخت کنند. انداز برای لباس، انداز برای نخل یا پالما یعنی برای درخت، انداز برای آفتاب و انداز برای قم. این سوال در یگان فن نیست، ولی چون سوال خیلی جالب است ما در این نمایش جای دادیم. وقت به انجام رسید. تخمینا قم رو انتخاب میکنیم. برای آنکه شما جزیره گفته جزیره قمی بودید و در نزد ساحل نشستن برای جای را گرفتن، شاید انداز پرن برای قم. توجه کنید، من بار دیگر تکرار میکنم. سیاحانی که برای مایورکا میآیند خوب معلوم است که اونجا که اومدن حتما ساحل است، حتما در آفتاب، یعنی خود را آب و تاب میدهند، در آب و تاب میدهند. اونجا شاید در سایه درختی نخل دم گیرند. برای آنها یک نوع انداز حتمی است، ولی این انداز گوش کنید زیاد نیست. اون را همگی من برای معلوم میگم همگی اون 1 یورو است که اون را برای بهتر کردن اینفراستراکچورای سیاحی به استفاده میبرند. یعنی ماموریت همینجا سیاح انداز برای لباس، انداز برای نخل پالما، انداز برای آفتاب و انداز برای قم. این همگی گفتم 1 یورو تشکیل میدهد و این برای پول‌های از این انداز جمع شده برای بهتر ساختن صفت اینفراستراکچورای سیاحی به استفاده میبرند. برای لباس، برای نخل، برای آفتاب، برای قم. این یک چیز رمزی است. برای چی باشد؟ جواب شما. عجایب هستین. یعنی از این اصلا گره در مجموع از این انداز گرفته نمی شود. یعنی انداز برای عموما در زمین برای این انداز نمیگیرند، برای استفاده اون عموما انداز نمیگیرند، ولی انداز برای در این مایورکا یک نوع انداز رسمی است. برای استفاده زمین، استفاده نخل درخت، برای استفاده قم، برای استفاده آفتاب نباشد. جواب شما آفتاب. برای چی؟ برای که در یگان جا از آفتاب انداز نمیگیرن. چون یاردم من هم باز برام جوابش میدونم. شاید که اقبال با شما نزدیک شود با صورتی که با سوال من جواب دهد. اقبال
با شما یک سوال خیلی عجیب من دارم. همین گونه سوال است. هندوهای قبیله کواکی اوتل نام قبیله است. خیلی کم هستند. هندوهای قبیله کم شماری کواکی اوتل هنگامی قرض گرفتن، هنگامی که پول رو قرض میگیرن، چی رو به گرو میمونند؟ توجه کنید. جان خود را، نام خود را، لباس خود را یا خنجر خود را. 30 ثانیه وقت. این سوال منطقی است. به مثل سوالی که من با انوشیروان پیشنهاد کردم، هندوهای قبیله کمشمار کواکی اوتل هنگامی که قرض میگیرند از 4 وریانت چی را گرو میمونند؟ جان خود، نام خود، لباس خود و خنجر خود. با این جواب عجیب هم دارد و سبب عجیب هم دارد. اگر شما گویید با من سببش رو میگویم. وقت به انجام رسید. اقبال. این در یگان فن تعلیمی نیست، ولی چون سوال جالب است من به شما پیشنهاد کردم. مثلا شما از یگان قرض میگیرید، شما اگر که نماینده قبیله باشید و یک چیز رو حتما شما گرو میمونید، زلاگ میمونید. چی رو میمونند؟ نام خود، جان خود، لباس خود یا خنجر خود. وریانت شما لباس خود. لباسشون رو گرو. پس به لباس میگردن. بعد جان، نام، لباس، خنجر. جواب آخرین اقبال. من میگم که شما با این سوال با نخوردید، ولی مرامت جواب شما خنجر. خنجر رو میمونن. کدامش رو قبول کنم؟ لباس یا خنجر؟ جان یا نام؟ وریانت آخرین شما اقبال. مرامت جواب شما لباس. لباس. حتی من شوخی هم کردم که به لباس میگردن. هندوهای قبیله کمشماری کواکی اوتل هنگام قرض گرفتن، هنگام که پول رو قرض میگیرن کسی دیگر میدونه چی رو به گرو میمونن؟ نه خنجر، نه جان، نه لباس، بلکه نامشون رو به گرو میمونن. توجه کنید. تا همین نفر پول قرض رو نگرداند، نام آن رو هیچ کی به زبان نمیگیرد. فرض کنیم شما اگر یک کس قرض گرفتید، تا پول قرض رو نگردانید، نام شما رو هیچ کس اقبال گفته به زبان نمیگیرد. من گفتم که سوال خیلی عجیب است، شما باید که جهت عجیبی سوال رو فکر میکردید. خب به هر صورت من با دلشاد و انوشیروان یک سوال پیشنهاد میکنم. اگر به همین سوال از روی وریانت هایی که من میگویم یکی از شما جواب درست گردانید، پس در دور نهایی ما شرکت می‌ورزید. من حاضر وریانت های یگان اشیا رو، یگان ماده رو، یگان مفهوم رو میگویم. شما از روی وریانت ها باید یابید که سخن درباره چی میرود. علامت یکم، نشانه یکم. این الیمنت شیمیایی را اولی مرتبه سال 1844 پروفسور دانشگاه قزان کلاوس کشف کرده بود. این نشانه یکم است، علامت یکم است. اگر دانید الیمنت شیمیایی که سخن درباره آن میرود، آن را سال 1844 اولین بار پروفسور دانشگاه قزان کلاوس کشف کرده بود. و اگر شما با همین کسی که از روی وریانت های من پیشنهاد کرده جواب درست گرداند، پس میتواند که بعد رو بگذرد. ولی اگر اون وریانت پیشنهاد کرده شما نادرست باشد، شما با همین سوال دیگر امکانی جواب گفتن پیدا نمیکنید. خوب، علامت دوم، در این الیمنت کسلت ها حل نمیشوند. ببینید این الیمنت رو اولین مرتبه سال 1844 پروفسور دانشگاه قزان کلاوس کشف کرد. سیوم، ذخیره طبیعی آن در جهان خیلی کم است. تنها سال 2009 در زمین به قید گفتن که 17.4 تن ذخیره طبیعی دارد.
سال 1844 کلاوس کشف کرد. کلاوس پروفسور دانشگاه قزان بود. آن در کسلت‌ها حل نمی شود. ذخیره طبیعیش در جهان 17.4 تن است. جواب نیست. متال است. علامت دیگر متال است. ماسه اتمیش به 101 برابر است. نقره به 101 برابر است. تخمین کردیم. تخمین نکنید که اگر که تخمین کنید پس اگر حوض نادرست باشه من دیگر به شما امکان جواب دادن ندارم. کلاوس این الیمنت رو به شرف کشورش نام گذاشت. کشور کلاوس فدراسیون روسیه است. کدام الیمنت به شرف روسیه گذاشته شده است؟ این جواب روتنی. مرحمت. ما شما رو به دور دیگر دعوت میکنیم. من از مرکب خیلی ساده کردم. حتی تا اونی که گفتم که وطن کلاوس این قزان یعنی کشور روسیه است و چون الیمنت روتنی به شرف روسیه گذاشته شده است اینجا روتنی است. به هر صورت من با دلشاد یک سوال پیشنهاد کنم در آخر 1 دقیقه هم فکر میدم، 1 دقیقه هم وقت میدم که فکر کنید و اگر شما به جواب سوال ما جواب درست گردانیدید پس ما با شما همین امکانات رو جهت تعلیم در یکی از کورس‌های آموزشی مرکز تعلیمی قلم امکان میدهیم. سوال با شما آن دلفین‌ها با نام کلیوالا یاد می شود. سوال هم آسان است هم دشوار. نمایندگان کشور یاقوتستان یا یاکوتیا با نام اولانخا آن را دارند. قرغزها باشد آن را با نام مناس میگویند. مناس. ازبک ها با نام الپامیش یادآوری میکنند. گیرامی میدارند، یادآوری میکنند. ولی تاجیکان چی میگویند؟ 1 دقیقه وقت. در فین ها کلیوالا هست. در یاقوت ها اولانخا است. در قرغز ها مناس هست. در ازبک ها الپامیش است. ولی در تاجیکان چی است؟ من نمیگویم که سخن درباره چی میرود. شما باید که فکر کنید و یابید. در فین ها کلیوالا، در یاقوت ها اولانخا، در قرغز ها مناس، در ازبک ها الپامیش، در تاجیک ها حالا 20 ثانیه زیادتر وقت دارید که فکر کنید. یک بار دیگر در فین ها کلیوالا، در یاقوت ها یاقوتستان اولانخا دارند، قرغز ها مناس دارند، ازبک ها الپامیش دارند ولی تاجیک ها چی دارند؟ وقت به انجام رسید. دیر شد. وریانت نیست. یعنی نمیدونید سخن درباره چی میرود. نه. فین ها کلیوالا دارند. یک بار دیگر میگویم. یاقوت ها اولانخا دارند. قرغز ها مناس دارند. ازبک ها الپامیش دارند. تاجیک ها چی دارند؟ در برابر یمین، همردیف یمین چی دارند دلشاد؟ نیست جواب شما. انوشیروان دارید وریانت؟ نه. این هم خیلی سوال عجیبه. سوال خیلی عجیب است و نمیدونم که سخن درباره چی میرود. یعنی من قبول میکنم که شما جواب ندارید. خب اقبال چی جواب ندارید شما؟ نه. انوشیروان میدونید چی هست؟ من که جواب شما رو قبول کردم. این اپوسی خلقی است. تاجیک ها دارند. گروغلی دشوار بود. بله. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی بپیش پیشنهاد کنید. پس این امکانیت رو از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفته اید به نشانه شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24.
وابسته به وضعیتی که به عمل اومد و امروز علاقه در مسائل تعلیمی تحصیل رو خیلی بر وقت جمع کردن، وابسته به اون که شما امکان پیدا کنید که آموزش خود را برقرار کنید، دوام دهید، من شرطاً به دلشد امکان میدهم که در یک از کورس‌های آموزشی قلم دانش خود را مکمل کنید. من آمدیم برای شما. اقبال چی گرفتید از نمایش ما؟ شما کمتر به جرأت بودید. دشوار بودن سوال‌ها؟ نه. دشوار نبودن. یگان جهتی نمایش به شما پسند آمد؟ بله. بسیار خوب. من میدونم که انوشیروان خیلی کنجکاو هستید. شما چندی مرتبهش درخواست شرکت ورزیدن کردید. ما خرسند شدیم که در همین روز آمدید. چی گرفتید؟ سر اول مینداری خود را به تشکیل کنندگان همین برنامه میرسونم. خب بیشتر در برنامه سوال‌های خیلی عجیب به من آمد. در جای هم نفهمیده بودیم. سوال‌های فنی کم بودن. خب خیلی که میگویند مهم غالبیت نیست، مهم اشتراک است. تا همینجا اومدن خودش یک غالبیت است. خب اگر اجازت باشد شاید در از این پس با یک مرتبه دیگه اشتراک میکنم. اومد که ما با همه نفرانی که میخوان که شرکت ورزن اشتراک آزاد است، ولی من بدونم که شفق شما خیلی زیاد است. ما امکان پیدا فراهم می‌آوریم که شما باز شرکت ورزید، دانش خود را سنجید و دلشاد چیزهایی که نمیدونستم همه آنها را بر خود گرفتم و تشکر خود را به این تشکیل کننده این برنامه میرسونم. یگان جالبیت داشتن برای شما سوال‌ها؟ جالب بودن؟ بله آخرین سوال. بله سوال‌ها از خونچه زرد بالا خیلی جالب آمد. 3 سوالی جالب آمد، خصوصا همون سوالی که از آفتاب انداز میگیرن. از استفاده آفتاب خیلی عجیب بود. мехоҳед дар намоиши мо ширкат варзида донишу ҷаҳонбинии худро санҷед, пас шитобед. нишони имо шаҳри душанбе, кӯчаи шероз 31, телевизиони баҳористон. намоиши ба пеш. телефон барои тамос 221 95 24. و واقعا ما هم کوشش میکنیم که با واسطه شما و شما برای نفرانی که خیلی جرأت زیاد میکنن همین گونه سوال ها رو با بینندگان پیشنهاد کنیم. همین نمایش ما مدد کند که بینندگان باز بیشتر به کتاب خواندن، با تعلیم گرفتن، با سواد گرفتن، با دانش خود را زیاد نمودن، با جامعه خود را وسیع نمودن میل کنن. ما از این خیلی خوشحالیم. و شما اصرار سپاس میکنیم که در همین روزهای تعطیل وقت یافتید، آمدید، شرکت ورزیدید. این خودش یک جسارت است برای از جانب شما. با شما اصرار سپاس میکنیم و بینندگان عزیز ما نیز پیوسته کوشش میکنیم که همین گونه در هر نمایش با شرکت نفرانی که جسارتی خوب دارند و خواهشمند هستند همین گونه سوال ها رو با شما پیشنهاد کنیم. شماره نوبتی آزمون تلویزیونی با پیش بود منظور شما از تلویزیون بهارستان. تا بازدید.